اینجا نوشته x.com، فقط یه حرفه ولی پشتش یک داستان چند میلیون دلاریه. 1999 ایلان ماسک این دامنه رو برای ساخت یک بانک آنلاین خرید. اسمش رو گذاشت x.com، ولی چند سال بعد پروژه تبدیل شد به پیپل و اسم x.com رو کنار گذاشتن چون مردم باهاش ارتباط نمی گرفتن. اون دامنه موند تا اینکه در سال 2017 ایلان دوباره از پیپل خریدش، احتمالاً با قیمت $1,000,000 و حالا تو سال 2023 همون دامنه شده خونه جدید توییتر، چون ایلان اسم توییتر رو گذاشت X. چی باعث میشه یه دامنه ارزشمند باشه؟ اگه بررسی کنین میبینین اکثر برندها .com هستن، یا کوتاهن یا در ذهن میمونن یا کلمات کلیدی دارن. با نگاه تخصصی تر باید قابلیت برند شدن داشته باشن. یک نکته دیگه هم که اکثرا ازش غافلن رو توی دیسکریپشن گفتم. یادتون باشه دامنه خوب مثل زمین خوبه، محدود، با ارزش و یه روزی میتونه $1,000,000 بشه.